توجیکستان امامعلی رحمان هرچند نتوانست سران کشورهای عضو اودکبه و سازمان همکاری‌های شانگهای را به ایستادگی در مسئله افغانستان متقاعد کند، این تلاش‌های خود را شام 7 سپتامبر در مذاکرات با سروزیر پاکستان عمران خان که در حاشیه اشتراک در نشست سران سازمان شانگهای سفر رسمیش به تاجیکستان را هم انجام داد دوام داد و بالاخره موفق شد. امامعلی رحمان توانست عمران خان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیکان افغانستان در شهر دوشنبه و در حکومت آینده افغانستان جایگاه شایسته پیدا کردن تاجیکان و دیگر قومیت‌های ساکنان آن کشور متقاعد کند. این دستاورد در صورت جامعه عمل پوشیدنش البته دستاورد اندک نیست و به نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر امیدهای قوی میبخشد. از طرف دیگر تاجیکستان در سطح بین المللی همچون حامی منفعت‌های تاجیکان افغانستان نیز پذیرفته شد که این باز یک نتیجه مهم تفاوقات به دست آمده در ملاقات امامعلی رحمان با عمران خان است. در ملاقات رحمان با عمران خان مسائل همکاری‌های دوجانبه اسلام آباد و دوشنبه هم مطرح شدند، ولی موضوع اساسی که توجه همه را به خود کشیده بود بدون شک موضوع افغانستان بود. پاکستان را حامی اساسی حرکت تندرو طالبان و منفعت‌های قومی پشتون نام میبرند. تاجیکستان به نوبت خود در حال حاضر از جمله انگشت‌شمار کشورهایی است که سلطه طالبان را نپذیرفت و صراحتاً از جبهه مقاومت ملی افغانستان که موره اساسیش را تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند پشتیبانی می‌کند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شام 7 سپتامبر در پی مذاکراتش با سروزیر پاکستان عمران خان نتیجه اساسی این ملاقات را چنین اعلام کرد: هرچی تیزتر از بین بردن نزاع و تشنج در ولایت پنجشیر توسط اعلام کردن آتش‌بس و گشودن راه‌ها برای تأمین کمک‌های بشردوستانه به مردم این منطقه از وظیفه‌های مهمترین امروز میباشند. تاجیکستان و پاکستان به موافقه رسیدند که تمام کوشش‌های خود را برای رسیدن به این هدف‌ها سفربر خواهند کرد. ما به اتفاقی رسیدیم که برای در شهر دوشنبه گذراندن گفت و شنیدها بین طالبان و تاجیکان مساعدت خواهیم نمود. امامعلی رحمان بار دیگر اظهار امید کرد که صلح و ثبات در این کشور همسایه هرچه زودتر برقرار گردیده منفعت‌های تمام گروه‌های سیاسی و قومی در افغانستان به اعتبار گرفته می‌شوند. ما جانبدار حکومت فراگیر در آن کشور با اشتراک نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی میباشیم. همزمان ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قومیت‌ها جایگاه شایسته داشته باشند، گفت پرزیدنت تاجیکستان. عمران خان در نشست خبری مشترکشان با امامعلی رحمان گفت استقرار هرچه زودتر صلح در افغانستان به منفعت نه فقط تاجیکستان و پاکستان بلکه به منفعت تمام دنیاست. او از آن اظهار قناعتمندی کرد که انتقال قدرت در افغانستان به صورت عموم بدون خونریزی و خشونت زیاد و سرازیر شدن سیل پناهجویان انجام شد، ولی افزود یک مسئله که پاکستان و تاجیکستان را نگران کرده است این مسئله نزاع در پنجشیر بین تاجیکان و طالبان می باشد. عمران خان در این رابطه گفت ما توافق کردیم که جانب تاجیکستان با استفاده از نفوذ تأثیر خود به تاجیک‌های افغانستان تمام کوشش را به خرج خواهد داد و ما از طرف خود با تأثیری که به پشتوها و طالبان داریم تمام کوششمان را خواهیم کرد که صلح و آشتی در افغانستان از راه مکالمه و گفتگو به دست بیاید. دست دخالت پاکستان در امور افغانستان به خصوص در پی به پیروزی رسانیدن جنگیان طالبان مسئله است که ساکنان تاجیکستان به باد تند انتقاد میکشند. در عرفه سفر عمران خان به دوشنبه یک گروه فعالان از حکومت تاجیکستان خواستند که این سفر را به نشان اعتراض لغو کند.